چطوری سریع کار پیدا کنید؟ مدت زیادیه که من بیکارم و هنوز نتونستم یه کار پیدا کنم. میخوام سریع کار پیدا کنم. برای سریع کار پیدا کردن باز همون راهکار خوب حرف زدن به دردتون میخوره. شما معمولا جاهایی که خیلی سریع میخوان یه نفر استخدام کنن یک شماره تلفن مستقیم میدن که شما باشون صحبت کنی، آدرس بهتون بدن و حضوری برید. به این نکات توجه کنید. اولا کاری کنید که منشی شما رو کاملا بشناسه، اسمتون رو بفهمه توی اون همه آدمی که بهش زنگ زدن و شما رو یادش بیاد و منتظر باشه که شما چه ساعتی میرید. حتی اگه ساعتی براتون تعیین نکردن شما بگید که مثلا من ساعت 4:45 اونجا خواهم. علاوه بر این که حتما خودکار خودتون با خودتون ببرید که خودکار مجبور نباشید بگیرید. حتما عطر ادکلن به اندازه کافی بزنید، لباس مناسب بپوشید، اپلیکیشن فرمتون رو با خط خیلی خوبی تنظیم بکنید و سعی کنید آدرس ایمیل و شماره تلفنتون هم حتما توی اپلیکیشن فرمی که بهتون میدم پر کنید وارد کنید. اینا باعث میشه که شما اعتبار خودتون رو ببرید بالا. تو مرحله بعدی که مصاحبه است سعی کنید بیشتر شنونده باشید تا گوینده. شما به این موضوع توجه بکنید که از شما سوال میپرسن، شما سوالا رو خیلی کوتاه جواب بدید و خیلی مقتدرانه صحبت بکنید. دست و پاتون رو گم نکنید. سعی کنید که خیلی ساده صحبت کنید. احساس کنید دارید با برادرتون صحبت میکنید. هرچی احساس خودمونی تری اونا بکنن بیشتر ترغیب میشن با شما ارتباط برقرار کنن. هرچی بیشتر خودتون رو بریزید بیرون کمتر ترغیب میشن بشناسن شما رو. پس مسلما زمانی که میخوان شما رو بشناسن باعث میشه که ترجیح بدن تو رو انتخاب بکنن تا یه آدمی که صاف و ساده میاد میگه آقا من اینجوریم و این کارا رو بلدم، تموم شد رفت. نکته مهم اینه که من چی بلدم، درست؟ اما چقدر از اون چیزایی که بلدم قراره تو کارم استفاده کنم؟ تا حالا به این مسئله فکر کردی؟ من خیلی کارا بلدم، اما آیا همه اون کارا رو من دارم استفاده میکنم؟ مسلما خیر. مسلما همه اون کارا رو من استفاده نمی‌کنم. یک سری توانایی‌هایی هست، توانایی عمومیه. مهمترین اینا خوش‌تیپ بودن، ترتمیز بودن، خوب صحبت کردن، در دسترس بودن، قابل اعتماد بودنه. و سلام علیکم و رحمت الله. شما اگر این فاکتورها رو داشته باشید هر چیزی که بلد نباشید اونجا بهتون این فرصت رو میدن که برید اینو یاد بگیرید، حتی چیپ ترین شغلا. پس به این نکته خیلی توجه داشته باشید. اینی که من فلان قابلیت رو دارم، من فلان توانایی رو دارم که هیچ کس نداره، که اصلا همچین چیزی ممکن نیست، اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. مهم اینه که این فاکتوری که من بهتون گفتم رو داشته باشید. من خودم بارها و بارها جاهای مختلف رفتم برای استخدام و خودم بارها و بارها افراد مختلفی رو استخدام کردم. پس توصیه‌ای که دارم بهتون میکنم حاصل یک تجربه دراز مدته. سعی کنید از این تجربه نهایت استفاده رو بکنید.